به نام خدا سلام. خیلی خوشحالم که در خدمت سپهر ترابی عزیز هستم. کلی دیتای مختلف وجود داره در مورد شما در عنوان شغلی. شما الان میری یه جا خودتو معرفی میکنی، به چه شغلی معرفی میکنی؟ تو فرم مثلا ادارات. ببین بیشتر مردم منو به عنوان دوبلور و مجری میشناسن. اکثرا سعی میکنم اونجا بنویسم، ولی باز بستگی داره کجا. یعنی اگه مربوط به هر کدوم از اون شغلا باشه، خب اونجا اونو خودم معرفی میکنم. آره. بعد یه ذره این چند وجهی بودن، یا مثلا بخوایم کلمه دیگه بگیم جامع الاطراف بودن یا مولتی تاسک، درسته؟ آره، اونم به قول خارجی ها مولتی تاسک بودنه اذیتت نمیکنه؟ ببین از نظر مردم و آدمایی که منو بیرون میبینن حس میکنن اذیت میکنه، ولی من حس میکنم انگار مدل کاراکتر من یا آدمهای شبیه من اینطوری که اگر چیزی غیر این باشه اذیت بشیم. یعنی اگر حجم کار یهو کم بشه. یعنی خودت دوست داری اینو؟ آره، برام جذابه. یعنی هی تو به چالش‌های مختلف میافتی که چند تا شغل یا حالا چند تا حوزه رو داری با هم مدیریت میکنی، بعد حالا هر کدوم از اینا هم چالش‌های خاص خودشونو دارن. البته من میگم که مولتی تاسک یعنی ممکنه شما ندونید که آقای ترابی چی کار میکنه. الان میخوان توضیح بدن که چند تا کارو تو چند تا حوزه مختلف، البته به هم مربوطه ها. آره، خوبیش اینه. ولی اونجوری هم نیستش که مثلا بگی یکیش مثلا جوشکار، نمیدونم خلبان فلان. آره. چیاست کارا در حال حاضر؟ اصلا از گذشته چیا بوده؟ چه فضاهایی رو تجربه کردی؟ و من کار روابط عمومی کردم و میکنم. کار تبلیغات به عنوان کپی رایتر به اصطلاح، کسی که حالا محتوای متنی و تبلیغاتی مینویسه. این با اون کپی رایتر متفاوته. آره، با اون دستگاه کپی رایت فرق داره. کار ایده پردازی برای حالا تبلیغات و کمپین‌های تبلیغاتی، دوبله گویندگی، مجریگری، ماشاءالله، بازیگری تئاتر. خب بعد فیلم سینمایی هنوز پیش نیومده، ان شاءالله پیش بیاد دیگه. ارزم به خدمتت یه برهه‌ای فوتبالیست حرفه‌ای بودم، الان دیگه نیستم متاسفانه. اون تو چه پستی؟ دروازه‌بانی. در موردش کامل اون آره، خیلی جذابه و باحاله دیگه. ارزم به خدمتت مهمتریناش فکر کنم اینا باشه. یعنی الان بیشترین وقتم داره تو حوزه صدا و گویندگی و تبلیغات و حالا رسانه و روابط عمومی. بازی چی؟ اون بحث رسانه تو بحث بازی سازی میگرده. حالا این بازی سازیه اینطوری بود که من با آموزش دیدن طراحی بازی شروع کردم به عنوان گیم دیزاینر، بعد کشیده شدم سمت مطبوعات حوزه ویدیو گیم، بعد یاد گرفتن روابط عمومی هم باز به لطف بازی و بازی سازی بود. بعد الان همچنان مشغول یادگیری هم، دوره‌های مدیریت محصولش رو بگذرونم، مدیریت استودیو اینا. یه بازی تا حالا طراحی کردم. چه باحال. و آره، برای موبایلم ساختیم، بیرونم اومده. خیلی سال پیش بود. من سافت لانچ رو از محمد یاد گرفتم تو سری قبل. به مرحله سافت لانچ رسیدیم. دیگه پخش شد اصلا، حتی برای جشنواره فرستادیمش. این چی اسم بازیه؟ اسم بازی من اون موقع شیراز بودم، اسم تیممون کاکو گیمز بود. کاکو گیمز. ولی یه توپ بود از این پله میپرید رو اون پله، حالا هی سخت میشدیم فضا. آره، اسمش خیلی عجیبه، مثلا اون بازیه که تو نوکیا قدیمیا بود. آره دقیقاً خیلی شبیه اون بود. فقط اینطوری بود که یه سری اهرام و میلا ویزوم بود و سقف که اینطوری تکون می‌خورد، تا یه سریاشون کنتر، یه سریاشون تندتر. این بعد از اونها رد میشه. این بعد هی وصل میشد به این توپا که به این میلاها که میرفت تو موانع بعدی. چه باحال. بعد اینکه از قبل یا مثلا بگیم نوجوانی که آدم وای میسه جلو آینه مثلا خودشو نگاه میکنه. من مثلا گفتم، حالا نمیدونم تو این پادکست یا جاهای دیگه گفتم، مدام وای میستم جلو آینه، اون چیزایی که خونده بودم تو طی روز رو درس میدادم و اینجوری اصلا روش یادگیریم این بود. احساس میدادم که برای کلاسی دارم اینا رو میگم، بعد اون میرفت برای من تو ذهنم میموند و موندگار میشد و خودم رو در قامتی معلم میدیدم همیشه. میخوام ببینم که تو وای میستادی جلو آینه چی بود؟ قطعا همه اینا که با هم دیگه نبود. نه اینا پله پله. ببین خیلی عجیب و غریب بود. من از تقریبا 4 سالگی به لطف دایم با دنیای بازی ویدیویی، همون ویدیو گیم آشنا شدم. ایشون کنسول میکرو داشت یا همون NES که قارچخور و سوپر کنترل اینا توش بود. من اونجا یعنی اولین آشناییم با دنیای بازی ویدیویی اینجا بود. حالا اینکه اون از کجا میشناخت دیگه نمیدونم.
به من گفت چیه و فلان و بعد از اینا بود که اون موقع حالا کنسولشو کم میداد ما بازی کنیم که خراب نشه. بعد دیگه از من اصرار که بابا تو رو خود به بابای خودم برام بخر و فلان و اینا. فکر کنم 5 سالگی من کنسول میکرو رو خودم هم داشتم و فقط میدونستم خب یک دستگاهیه، یک تراشه‌های اینطوری میذاری و بازی میکنی. این که بازی چیه اصلا یه فوت محکم. آره بعضی موقع هم جواب نبود یا من لیست زدی یا فوت میکردی. بعد رسیدیم به مثلا کامپیوترها اومدن تو خونه ها و روشون بازی بود و اصلا من این فکر نمیکردم که این پروسه تولیده چیه. خیلی از بچه‌ها شاید تا اوایل دوران راهنمایی که الان میشه فکر کنم ششم ابتدایی معمولا پلیس و خلبان و آتش نشان و این شغلای خیلی عمومی و دکتر و ایناست. من تا قبل شرکی بهم میپرسید میگفتم نمیدونم واقعا. نکته اینجا بود که هی علاقه به بازی برای من بیشتر میشد، ساعتهای بیشتری رو شاید بازی میکردم که خب مثل خیلی از خانواده منم مخالف بود انقدر زیاد بازی نکن. ولی دلیل این جدا از سرگرمی این بود که اینطوری بودم این دنیا رو کی ساخته، اصلا این چیه که داره منو سرگرم میکنه، این چی بودنه و پروسه خلقش برام سوال بود. اینو بذارم کنار. از خود اول ابتدایی و شاید پیش دبستانی من هیچ وقت با ریاضی حال نمی‌کردم، هیچ وقت. نمره هام بد نبوده، حال نمی‌کردم. گفتم خب که چی الان مثلا من هم نمره هام بد بود هم حال نمی‌کردم. نه من نمره هام خوب بود ولی اصلا خوشم نمی‌اومد و همین الان هم مشکل دارم من. آره منم الان که دیگه داشتم کنار تو نریشه من داشتم می‌خوندم تو استودیو تو اتاق نشسته بود اون کارگردان کار، بعد هی می‌خوندم میگفتم 18,800,000 18 تو بابا شما خیلی مشکل داری با ریاضی، عددا رو نمیتونی بخودم. من اصلا من کیف نمی‌کردم. آره ولی با نوشتن خیلی حالم خوب بود. یعنی اینطوری بود که مثلا 4 ابتدایی به بعد تا تو خود دبیرستان انشای بقیه رو من می‌نوشتم و خدایم خوب می‌نوشتم. یعنی کلا حالا نمیگم وای من چه آدم خفنی ام، مثلا کتابا اینا هم می‌خوندی اون موقع؟ نه کتابا اینا می‌خوندم. خب مامان بابا مخصوصا مامانم، من بچه بودم شبا خیلی برام قصه میگفت جز از اون ذهن قصه یعنی شاید یه پیش زمینه اینطوری بوده. حالا هم پیش زمینه بوده هم خب اون پیش زمینه رو من خوشم اومده دیگه چون در کنارش واقعا قبل مدرسه نمیدونم به من ریاضی رو بگن فلان رو بگنم بود، ولی اینطوری بودم که بابا اینا چیه. این مسیر نوشتنم شکل گرفت. توی همون 6 سالگیه من اولین بار با یه چیزی به اسم کلاس بازیگری کودک هم آشنا شدم و خیلی جدی وارد پیش تولید یه فیلم سینمایی شدم که حالا اون کنسل شد. یعنی میخوام بگم انگار این چند مسیره بودنه کودکی پایه‌هاش داشته شکل میگرفته. این اومد جلو بازیگریه که نصف نیمه شد و نوشتنم که در حد نوشتن تو مدارس بود تا 10 سالگی. من پدرم همیشه از سر کار میومد روزنامه برام می آورد، حالا یه مدل 2 مدل حالا هر چی تعدادی که بود و من میخوندم همه چی از حوادث بگی تا خبر. فقط مثلا اقتصاد و اجتماع اینا برای بچه جذاب نه 9 ساله 10 ساله اینطوری بود اصلا اینا چی میگن. یه روز از مدرسه برمیگشتم فکر میکنم که پول تو جیبی که تو جیبم مونده بود 250 تا تک تومن بود. از شبیه خود خاطر مامان بابا همون شد که ما مدرسه برمیگشتیم و پول فلان و اینا. یعنی من فکر کنم پول تو جیبی روزانم بعضی موقع واقعا در حد 250 بود دیگه، خیلی میترکوندن 500 تک. شاید بچه‌ها یه ذره دور باشن از این فضا. بچه‌ها 4 تا 250 با اینکه ریاضیم ضعیفه ولی 4 تا 250 تا میشه 1000 تومانی که الان 1000 تومانی هم جایی به عنوان مثلا میگم پول خورد نداریم. نه من با این 250 خوراکی می‌خریدم، با تاکسی تازه اتوبوس یعنی حال میدادم به خودم، با تاکسی میرفتم با تاکسی میومدم. آره یعنی اگه با اتوبوس میرفتم میتونستم نگرش دارم. اینطوری بود ماجرا. خیلی هم نگذشت واقعا. اینی که میگیم میشه سال مثلا 84 5 اگه اشتباه نکنم. آره. و یعنی برای من این ما که تاریخ بابا همونجوری خاطر میگفتم مثلا مال 30 سال پیش. آره ما الان مثلا 26 سالمه 9 سال. آره میشه مثلا 16 17 سال پیش بوده این قضیه. از مدرسه که برمیگشتم یه پارکی رو رد میکردم به کوچه‌مون برسم. دم این پارک دکه بود. من همینطوری که داشتم بغل این دکه میرفتم به میلادی میشد سال 2008 چون این بازی پرینس آف پرشیا 2008 بود. هم بگم این خاطره رو داشتم رد میشدم. حالا هیچ وقت من به دکه نگاه نمیکردم، اون روز خیلی عجیب بود. به این دکه نگاه کردم دیدم یه روزنامه اونجاست که جلدش عکس این بازی پرینس آف پرشیا که من خریده بودم دیروزش و اینطوری بودم واقعا مثل این فیلم‌های تخیلی خدایا این مگه میشه یه روزنامه عکس بازی ویدیویی روش باشه. یه ذره که خوندم دیدم که چقدر باحال.
و قبل اینکه بخوام وارد 11 سالگی بشم من خیلی جدی گفتم من باید بازی ساز بشم. یعنی اون جرقه خورد که تصمیمتو گرفت. یعنی واقعا دنیای بازی انگار مسیر راه و زندگی و شغل و همه چی منو عوض کرد. آره. بهم یه دیدی داد. دنیای بازی خوندن ادامه داشت، اومد رسید به راهنمایی و اینا تا اول دبیرستان. من یکی از دوستام بهم گفت که من نویسنده های این روزنامه دنیای بازی خیلی دوست داشتم، یعنی با اینکه هیچ وقت ندیده بودمشون. مثلا نوشته بود نقد بازی کال آف دیوتی طاها رسولی، طوری بودم وای طاها رسولی کیه؟ حالا پرانتز الان مثلا طاها رسولی شده یکی از اساتید و دوستان نزدیک من. انقدر زندگی عجیب، خیلی خوبی داره. خیلی چون من حس تجربه کردم میگم چه جوری و خیلی باحاله. بگذاریم، میخوام حالا به بحث خیلی مهمتر برسیم. تموم شد بازیگریه، چون پروژه تموم شد دیگه من نرفتم سمتش، ولی تو تئاتر مدارس همیشه شرکت میکردم. یعنی هر وقت قرار بود توی مدارس ما بازیگری باشه من گفتم آقا منم بازی. من تئاتر کار میکردم. مسابقات انشا و نویسندگی داخل مدارس و سطح منطقه و استان و اینام شرکت میکردم که سال اول یا فکر کنم دوم دبیرستان من تو استان تهران جایزه نویسندگی هم گرفتم تو موقع دبیرستان. این رفیق ما برگشت گفت که سپر یه جایی درست شده بازی سازی درس میده، استاداش همین نویسنده‌های روزنامه دنیای بازی هن. و اینطوری بودم که خدای من رویام داره به حقیقت تبدیل میشه و عاشق این بودم یه روز بتونم برم تو دنیای بازی بنویسم. حتی با اون آدما انقدر خونده بودیم و ندیده بودمشون. حس چیز داشتی دیگه. شاید اولین دیدار من تو همون ساله بود تو نمایشگاه‌های مطبوعات یا حوزه بازی ویدیویی که اون موقع حالا خیلی پرشورتر برگزار میشد. رفتیم خونه و که من میخوام برم کلاس بازی سازی، گفتن نخه نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ من از 6 سالگی تا 18 سالگی فوتبالیست حرفه‌ای بودم. یعنی در سطح لیگ و در باشگاه کنار اینا هم اداشی، اینا فوتبال هم اداره. یعنی از 6 سالگی استارتش خورد تا خود 18 سالگی. گفتن که آقا تو داری میری سر مسابقه و اینا به درست آسیب میخوره. ما یه سال گذروندیم، یه سال بعدش دوره دوم که ثبت نام شد گفتم من نمیتونم، دارم دیوونه میشم، اصلا حاضرم مدرسه نرم، بازی سازی و فوتبال. آزمون رو دادم و جزو مثلا نفرات 4 و 5 اون آزمون من قبول شدم. اون موقع آزمون میگرفت این انستیتوی بازی سازی، الان نمیگیره. مثلا چی میپرسید تو سوال؟ ببین تاریخچه بازی سازی میپرسید، یه سری سوالات فنی بازی سازی ولی خب خیلی عمومی و مبتدی میپرسید، راجع به مثلا سناریو و ساختار بازی ها. سوالا خیلی کلی بودا ولی باید یه کسی باشه که علاقه‌مند. آره یعنی باید کامل علاقه‌مند و آشنا به این حوزه میبودی که قبول بشی. من رفتم و کلاس عمومی رو ثبت نام کردم و استاد من اونجا طاها رسولی بود و اصلا خیلی حالی بودم. میرفتم سر کلاس طاها، از کلاس طاها میرفتم عصر مسابقه فوتبال تو گل وای میسادم. واقعا زندگیم اون سالها خیلی رویایی بود برام، همیشه قشنگ بود. این گذشت، من تو ترم عمومی قبول نشدم توی بحث بازی سازی. دلیلش این بود که اما پروژه عملی می‌خواستن، نمی‌رسیدی. اون کسی که برنامه‌نویس بود ول کرد. یعنی من به خاطر یکی دیگه افتادم تو چاه، یک کسی از تیممون. و تو بحث فنیشو جلو نمی‌بردی؟ نه ببین من بخش طراحی بازی، طراحی نه با مدادا، به اصطلاح گیم دیزاینر، یعنی گیم دیزاینر مثلا اون کسی که منچو خلق کرده که چه تعداد مهره داره، زمین گرد باشه، تاس چه قوانینی داره، اون میشه طراح بازی. بپره، کدوم خونه بشینه. قوانین اون بازی و اون پروژه رو بعد میشه. پس یه بازی اون کسی که منچو درست کرده بهش میگن طراح بازی، گیم دیزاینر. یه کسی هم اون منچو میاد نقاشی میکنه، میگه اینا قرمز باشه، بهش میگن آرتیست یا هنرمند. آره. و اگه بخواد تو بازی کامپیوتری و اینا باشه که میشه برنامه‌نویس، تیم فنی و برنامه‌نویسی. این دوست ما ول کرد و خب اونجا هم خیلی یه ذره قوانینش اون موقع ها سختگیرانه بود، واقعا شبیه یک دانشگاه که آقا پروژه رو تحویل ندادی دوباره ببری از اول. این باعث شد که من اینطوری بودم که دیگه نمیام، خیلی انگار ناراحت شدم، دیگه نمیام و رفتم سمت واسه کاری که تقصیر خودت هم نبود، یه ذره برمیخوره. آره واقعا. و یه فضایی باز شده بود، رفتم سمت رسانه‌های حوزه بازی. من اینطوری بودم خب اوکی من تو دنیای بازی نمیتونم برم، سنم کمه، تجربه‌ام کمه، بازی سازی هم که نشد ادامه بدم، ولی یه سری سایت‌های جوون و نوپایی هستن که من با تجربه‌ام میتونم برم اونجا بنویسم و بازی نقد کنم. حالا البته نوشته‌های اون موقع رو با الان مقایسه می‌کنم، واقعا خنده داره. بالاخره خوب رشد دیگه. آره حالا اون موقع جالب اینجاست که اون نوشته‌ای که الان برام خنده داره طرفدار هم داشته که او مثلا فلانی داره اینجا می‌نویسه. فضا هم بکر بوده دیگه، نه؟ آره فضای تقریبا جدید بود. جدید از این بابت که کسایی مثلا طاها رسولی، نمیدونم محمد میرزایی توی بازینما، نمیدونم متین ایزدی، اینا توی رسانه‌های چاپی بودن. ما اون سال داشتیم ورود می‌کردیم به رسانه‌های دیجیتال
چیزی که شاید این عزیزان نبودن اصلا توش. آره. و تازه شروع شکل‌گیری فراگیری اینترنت تو ایران بود سال 90-91. ADSL و اینا تازه اومده بود. وارد فضای رسانه شدم خیلی جدی. بنویس، ویدیو بساز، گزارش بگی، با فلان بازی ساز حرف بزن، این ور اون ور، و خیلی خیلی یعنی حتی کار به جایی رسید من با خیلی از بازی سازهای اروپایی آمریکایی هم مصاحبه می‌کردم از طریق ایمیل و اینا برام دستاورد بود و انگار خودمو قانع می‌کردم اوکی بازی ساز نشدی ولی تو خبرنگاری بازی‌های ویدیویی ورود جدی کردی. با روزنامه صبا حتی همکاری داشتم توی بخش ویدیو گیمشون و دمدمای ورودم به دنیای بازی بود. یعنی انقدر نوشتم و حرف و برو و تو رو خدا و اینا داشتم وارد دنیای بازی میشدم. دنیای بازی تعطیل شد سال 93 یا 2 فکر میکنم. یعنی پوچ خورد تو سرم واقعا. بعد مجله بازی رایانه هم همینطور، بازی نما ولی هنوز مونده بود نسخه چاپیش فعالیت میکرد. من 17 سالم بود. ایمیل دادم آقای میرزایی که الان ایشون هم از دوستان و همکاران نزدیک منه، بهم گفت آقا مطلبت مورد تاییده، بسم الله پاشو بیا. و من برگشتم گفتم که من امسال کنکور دارم، قصد ادامه تحصیل دارم، نمیام و اینا. ولی خب حالا خدا رو شکر کنکور رو دادم، تموم شد. پیام دادم و ایشون دوباره با روی باز پذیرای من بود و من چند سال یعنی تا دم تعطیلی بازی نما من عضو تحریریه اصلی بازی نما بودم. و اونجا نوشتم حداقل به یکی از رویاهای کودکیم دنیای بازی نشد ولی بازی نما نشد. فوتبال هم همین شد متاسفانه. من تو فوتبال سال آخر خیلی خوب بودم، خیلی. من دوره‌ای که توی تیم پیکان نوجوانان بازی می‌کردم، پیام نیازمند که الان گلر تیم ملیه جوانان بود. و من 18 سالگی نگو که به خاطر کنکور گذاشتیش کنار. یکی از بزرگترین اشتباهات و حسرت‌های زندگیمه. چون من مثلا تیمی که توش بودم و یه رده باشگاهی جابجا کردم، مثلا پنالتی و تک به تک خیلی کم من گل می‌خوردم، خیلی کم. و مسیر پیشرفت تو فوتبال قشنگ داشتم، این تو یعنی نموداره صاف داشت سعودی میرفت بالا، با شیب نمیرفت بالا. موقعی که آقای علی دایی مربی راهن بودن، من فهمیدم توی یکی از زمینای نزدیک خونمون تیم امید و بزرگسالان راه آهن دارن بازی دوستانه میکنن. معمولا این کارو میکنن که تیم امید سری بازیکن بیاد بزرگسال. من رفتم و با کولم خودم رسوندم و یکی از دوستان پدرم یعنی بهمون خبر رسونده بود که به سپهر بگید خودشو برسونه اونجا. لباس عوض کردم و گرم کنه دور زمین بود و فلان و اینا. فرصت به تست نرسید به من اون روز، ولی مربی امید بهم گفت که آقا 3 روز دیگه بیا دانشگاه تهران، اونجا تمرین میکردن امیرآباد، بیا اونجا تمرین کن، هم تیم جوانان هست هم امید. ما رفتیم و تمرین کردیم و تازه با احتساب اینکه من مصدوم بودم قرار بر این شد که ورود کنم به تیم جوانان. یعنی تایید شد که یه نیم فصل کنار تیم باش. یعنی از مدلت همون تمرینت اوکی بودن باش؟ آره، یعنی سطح قابل قبولی بود براش. بعد مربی امید گفت که تو این نیم فصل رو باشی میای امید. حالا این راست و دروغ این جمله رو من نمیدونم، ولی یک نقل قولی کردن که آقای دایی همون روز هم دیدتت، هم توی اون تمرین بعدی هم منو دیده بودن و گفتن که این اگه خوب بود تو امید، یه ما بعد بیاد بزرگسال، ما گلر کم داریم. یعنی یه چنین فرصتی بود و منم رفتم و تمرین بعدی راهن و مسئولیت اون موقعم جدی‌تر شد و مربی گفت اینطوری که مرو نمیدونی آمپولو بزن فلان. پدر من منتقل شد به شهر شیراز برای کار و منم اون سال کنکور داشتم. 2 راه حل داشتیم، یکی این که من بمونم تهران، بمونم تو تیم راهن و لیگ برتر و شبکه 3 نشونم بده و اینا، یکی این که حالا کنکورتو بده، تو که بدنت آماده است بابا، تا بیخ تیم ملی هم داشتی میرفتی و برمیگردی دیگه. من اینو انتخاب کردم و هیچ وقت برنگشتم به فوتبال. خیلی به چیز دیگه من دوست ندارم چون تلخه واقعا. آدم یه کارایی کردی مخصوصا تو این مرزه، یعنی لبه موفقیت فوتبال بودن. گفتی 76ی؟ آره. دیرم نیست خیلی. ببین خیلی از هم دوره‌ای هم که الان بیشترشون مربی دروازه‌بان شدن به هم میگن که بذار همه چیزو کنار، 1 سال کار کنی میتونی تو یه تیم بری، ولی شبیه یک ریسک و قمار میمونه. چون ورزش حرفه‌ای یا نمیگیره یا میگیره. ورزش حرفه‌ای اینطوری من الان بعد نمیدونم دوبله بازیگری، اجرا، نمیدونم بازی سازی فلانو بذارم کنار. ورزش حرفه‌ای اینطوری نمیطلبه که به همین آخه مثلا من اگر قبل از اینکه پژمان جمشیدی تو هنر موفق بشه اگه می‌خواستیم گفتگو رو بکنیم میگفتم ریسک واقعا نکن. ولی الان میبینم که یه آدمی خودش شرمنده دلش نشده، دوست داشته بازیگرش شده و
انصافا هم خوبه. آره. یعنی یه کسی که مثلا از بیخ بازیگر نبوده، فوتبالیست بوده، توی یه جای حرفه‌ای بوده، حالا اومده داره فضای هنرم تجربه میکنه. به نظرم آدم شرمنده دلش نباشه دیگه ها. آره واقعا خیلی بهش فکر میکنم و بعید من یه تقریبا حقیقتش رو بخوام حالا بگم هیچ جایی اینو اعلام نکردم. تا پایان امسال، تا پایان 1402 اگر سپهر به اهداف کاریش توی بازیگری و دوبله و تبلیغات، فعالیت تبلیغاتی که دارم میکنم و اینا رسیدم فبها، اگه نرسم احتمالاً ول میکنم و از 403 میچسبم به فوتبال. آره چون مثلا بوفون هنوز داره دروازه‌بانی الان. آره آخه پست آره. دروازه‌بانی خوبیش اینه که ما داریم آدمایی که تا 45-6 سالگی بودن و تو سطح خوب هم بودن. اگه معصومیتی براش رخ نده طرف الگوت کی بود رسی؟ داشتی الگو تو دروازه‌بانی؟ پیتر چک خیلی من خودمو تو رویاها میدیدم بتونم وارد لیگ انگلیس بشم. میگم حالا اون موقع من خیلی در قید و بند فیلم و عکس و اینا نبودم، ولی خدا رو شکر مربیان واقعا همه راضی بودن. یعنی اینطوری بودن که اگر این تو گله حل ما بردیم. تو ایرانیا کی کسی ناصر حجازی. استقلالی هستی؟ بله. آقای عابدزاده یه ستاره تو ذهن من سپه بهش اضافه شد. شما استقلالی بله. آره قطعا آقای عابدزاده هم که خب خیلی فوق العاده ولی شاید خب معصوم شد بنده. آره استقلالی بودنم باعث شد که تو ایران بگم ناصر حجازی و از اون طرف مثلا پیتر چک. واقعا دوستان که نمیدونن استقلال آشیانه عقاب هست، یعنی هرچی دروازه‌بان خوب از استقلال. ولی من اینم به دلم موند که برای استقلال بازی کنم تو اون 12 سال. سرخپوشان تهران تیم آقای محمود کلهر که از بازیکن قدیمی پرسپولیس، ایشون هم 2 سال مربی من بودن. من تو تیم سرخپوشانم بازی کردم ولی هیچ وقت هیچ کدوم از زیر مجموعه اصلا یک تیمی که لباسش آبی باشه تو این 12 سال من نداشتم. ان شاءالله میری موفق میشی. از فوتبال بیایم تو فضایی که گفتی رسیدی به مرحله‌ای که وارد دنیای بازی بشی، اونجا کنسل شد. آره رفتم رسانه و رفتی کنکور داری. آره تو چند تا آزمون آمادگی قبل از کنکور من بد نبود اوضاعم، یعنی خودم رو آماده کرده بودم برای مثلا رتبه 2 تا 4000 کشوری. ولی فیزیکو از سوال 2 به بعد یه دونه پایین پر کردم. اینو بعد کنکور فهمیدم. من تو و بسته بودم و بسته بودم خودمو برای فیزیک و عربی که با این دوتا خودمو بکشم بالا که تو فیزیک این بعد اون نشد اونی که باید میشد. شیراز تونستم تحصیل کنم ولی خب رشتهش مورد علاقت بود. آره خودم هم به نرم افزار فکر می‌کردم. البته مشاورهای بد داشتم من، یعنی من اینو برای حالا نوجوان یا کودکانی که شاید دارن گوش میکنن اینو بگم، اون موقع بازی سازی اونقدر فضای آشنا و ملموسی مثل الان نداشت. ما الان یه عالمه شرکت بازیساز تو ایران داریم که آدما شغلشون و درآمده شاید خیلی زیاد دارن. حالا شاید تو ایران مثل اروپا و آمریکا که بعضی اوقات تا بیخ سرمایه‌های نفتی هم درآمد بازیسازی رسیده نرسیده، واقعا میرسه به اونجا. تو دنیا خیلی‌ها رسیده. کشور لهستان و فنلاند انقدر درآمدزا بوده بازیسازیشون، دولتش قشنگ اینطوریه که اگه میخوای بازیساز چی بیا من حمایتت کنم. یعنی بازی خفن. آره بازی کلش رویال و اینا که اسمش شنیدی مال فنلاند، از اونور سری بازی‌های ویچر برای کشور لهستانه. اصلا فکر نمی‌کردم مثلا فنلاند رو میتونستم مثلا تو آموزش و اینا قویه، ولی اصلا فکر نمی‌کردم. و اینا از طرف دولتشون دارن حمایت جدی میشن چون بازی سازی به اقتصاد اون کشور کمک کرده. نفت ندارن مجبورن یه چیزی براش پیدا کنن. آره و میگم تو خیلی از مثلا تو حتی آمریکا خیلی اوقات بازی سازی سینما هالیوود به اون عظمت رو زیر پا گذاشته از نظر درآمدی. و خب تو ایران هم ما چند مثلا شاید 5-6 تا استودیوی بازی سازی داریم که درآمدهای چند 10 میلیارد تومانی سود سالیانه‌شون تو سال بوده. و میگم این وضعیت و این آشنایی نبود اون موقع ها. من به هر مشاور کنکوری که میگفتم کجا برم دانشگاه، میگه تو به بازی سازی علاقه داری بعد بری برنامه‌نویسی تو برو بازی سازی هم در کنار. آره و اینطوری بودم. خب مثلا من دارم میرم طراحی بازی، من اصلا با ریاضی مشکل دارم، نرم افزار ریاضی همش. گفتن نه باید بری. این نظر حالمو کدر کرده بود تو دانشگاه، با حال خوب نمیرفتم سر کلاس چون اینطوری بودم که خب این که همش ریاضیه، من یه چیز دیگه میخوام، اینجا چیکار میکنم؟ احساس می‌کردی که داری دور میشی از اون. آره واقعا هم دور بودم، یعنی واقعا هم دور بودم. دانشگاه برای بازی سازی آورده‌ای به من نمیداد، فقط انگار یه رفع کتی اینطوری بود که خب بذار فقط تموم شه این قضیه.
بازینما رو من شروع کردم، در کنارش حالا فعالیت‌های نمیدونم کم کم کشیده شدم به روابط عمومی از سر این بازی سازی. یعنی یه سری شرکت‌های بازی سازی کار منو تو رسانه دیده بودن، من دعوت کردم به عنوان مدیر روابط عمومی و ایناشون تو سن مثلا 20-21 سالگی و برام تجربه‌های عجیب و چالش برانگیزی بود. ولی شاید نقطه عطف این ماجرا از نظر شغلی 2 تا برندیه که مال خودم و الان دارمشون هنوز. یکی برای بحث دوبله است، یکی برای بحث همین رسانه است. سال 94 که سال کنکور من بود، 18 سالگیم، اون دنیای بازی که بهتون گفتم یه مجله های چاپی داشت به اسم بازی سازی، راجع بازی سازی ایران، آموزش بازی سازی و اینجور چیزا بود، یا نقدهای تخصصی بازی های ویدیویی. دنیای بازی که بازی ویدیویی ایرانی یا نه و حتی خارجی، خیلی تخصصی و موشکافی. خب دیگه یک نقد کلی مثل یک منتقد سینما که کلی میگه یا حتی منتقد بازی اینطور معرفی و اینا مثلا طراحی بازیشو ریشه‌ای بررسی میکرد، برنامه نویسیش چرا خوبه چرا بده. دنیای بازی که تعطیل شد، بازی سازی هم تعطیل شد، مجله بازی سازی. و من خیلی اونو دوست داشتم و جای خالیشو حس میکردم و میدیدم که چقدر تونسته اثر بگذاره. سال 94 با یک سری از نویسنده های دنیای بازی که باهاشون در تماس بودم، یه سری از هنرجو دانشپژوهای اون دوره بازی سازی که گذرونده بودم، گفتم که بیان یه مجله بسازیم بچه‌ها. یه مجله تحت عنوان بازینامه. ما اینو قرار شد شکل بدیم. توی تابستون 94 صحبت کردیم. 1 مهر 94 اولین شماره‌مون اومد به صورت PDF. هیچ وقت فکر نمی‌کردیم به یک برند و درآمد و اینا بخواد برسه. ولی خب خدا رو شکر که همون سال 94 این یعنی از همونجا هم پلنت برای چیز بود، تو حالت دیجیتال بود. آره اصلا چون آخه اینطوری بودم یه پسر 18 ساله چه جوری میتونه شرکت‌ها رو قانع کنه بهش پول بدن اینو به چاپ برسونه. ولی PDF خب ما کسی هم من در حقوق نمیخواد، اون نویسنده ها منم هیچی، داریم به چشم یک هدف فرهنگی دنبال میکنیم و این PDF شکل گرفت. الان مهری که گذشت بازینامه شد 7 سالش، هنوز هست. ولی خب متاسفانه چون همونطور که نشریات چاپی تعطیل شدن خیلیاشون، مردم یک PDF 100 صفحه‌ای هم دیگه نمیخونن. من هم مجبور شدم بیام سمت یادداشت‌های کوتاه و ویدیو و اینا. هنوز خیلی سخت داره بازینامه نفس میکشه ولی هنوز هست. از اون طرف اون گروه دوبله‌ای هم که سال 96 البته شکل گرفت، اونم که خب اونم ان شاء الله اینه یه ققنوس یهو از دل آتیش با یه فرمت آره بازینامه یه فکری براش دارم. امیدوارم گفتم سال 402 بعد تمام بشه. یکی از چیزایی که بعد ان شاء الله به نتیجه برسه اونم هست. دیگه ذره ددلاین 6 ماه مونده از ددلاین. بله آره خیلی وقت زیادی نمونده. آره بین حالا الان شد فوتبال دوبله و دوبله نه هنوز حالا نگفتم از کجا اومد. آره و بازی و روابط عمومی و خبرنگاری و اینا علاقه‌مندیت الان در حال حاضر کدوم خیلی بهش علاقه داری؟ ببین من هیچ وقت وارد بازی سازی جدی نشدم که بگم، ولی هنوز دوست دارم که باشم یک مدیر استودیوی بازی سازی باشم که محصولات خوب تولید کنه. این هنوز چیزی عرصه برای کنجکاوی توش وجود داره. آره این چیزی که من هنوز بهش نرسیدم. خیلی هم جذابه. آره خیلی واقعا، یعنی چیزیه که خب مثل ساخت یک فیلم تو همیشه میتونی ایده های جذاب داشته باشی. و تجربت هم تو فاز مدیریت کردن الان به اینا باید اضافه کنیم به نظرم. آره یعنی خود مدیریت کردن تیم، نگه داشتن بازینامه و پرشن تو این 7 سال خودش یه تکنیک و یک چیزه، یه به نظرم خودش یه شغل محسوب میشه. مدیریت کردن یک تیم تو فضای گویندگی حالا بخوایم وارد بشیم 90 تا 94 شو گفتیم درسته؟ 94. آره ببین قضیه گویندگی این بود که خب من هیچ وقت به این فکر نکرده بودم تا کجا، تا خدا منو ببخشه ولی از سال تقریبا اول دوم راهنمایی ادای معلمامو در می آوردم. خیلی تمیز، چه نظر حالا بازی بدنی و میمیک چه صدا. یه سری‌ها رو که صداشون خیلی دقیق این گذر چون برای خودم آره خیلی خوب این کارو می‌کردن. یک سخت‌ترین لحظه‌ش اونجا بود که معلمه بشنوه به گوشش رسونده بودن که این ادای تو رو خوب در میاد. من که جلوی دو تا از معلم‌ها اجرا کردم. حالا من هم این اتفاق افتادم، بازم خدا منو ببخشه، بنده خدایی بودم معلم فیزیکا، من واقعا با ایشون حال نمی‌کردم و بعد هم درس میداد. یعنی نه این حرف من، این حرف کل اون کلاسی که ایشون اصلا خوب درس نمیده. یه صدای خیلی خاصی داشت بنده خدا به خاطر مدل لبش و پشتشو که میکرد من اینطوری بودم خب تو داری با درس ندادن کم کاری میکنی، بذار من حرستو درارم دیگه. صدای اینو بنده خدا در میآورم ان شاءالله ما رو حلال کن.
اینا که داشت میگذشت یه بار سر فکر کنم دوران راهنمایی بود، یکی از دوستای من مستر بین یه خرسی داشت میگه نو تدی فلان اینا، یکی از دوستای من ادا اینو در می آورد، بعد همه بچه‌ها وای اینطوری چقدر سینا صدای مستر بین خوب در میاره. بعد من یه بار اینطوری بودم که خب کاری نمیکنه که اینو میگه بدون هیچ فشار و چیزی. بعد همه اینطوری بودن چقدر مثلا تو ترتمیزتر گفتی. این جرقه اونجا خورد که چقدر باحال آدما خوششون میاد. این اومد جلوتر شد تقلید صدای نمیدونم خواننده این ور آب و اون ور آب و فلان و اینا. بعد دیدم نه مثل اینکه این حنجره انعطافای جالبی داره که من بهش توجه نکرده بودم. اول دوم دبیرستان بودم، شروع کردم انیمیشن هایی که میبینم و توی دوبله تقلید جایز نیست و اشتباهه. حالا من اون موقع نمیدونستم ولی تقلید میکردم خیلی از کاراکترها و دوبلورهای معروفه. آدمای اطرافم که هی میشنیدن اینطوری بودن که چقدر باحال انگار خودتی فلان اینا. خب اون موقع ها یه گروه دوبله‌ای خارج از صدا و سیما بود به اسم گلوری. بله. که اکثر آثار رو دوبله میکرد و تست هم میگرفت. یعنی دوبله تا یه زمانی متاسفانه در انحصار صدا و سیما بود. خیلی هم دوبله های باحال اصلا. آره اصلا دوبله انیمیشناش لیگ دیگه‌ای بود. آهنگ میخوندن و لهجه ها استفاده میکردن، شوخی میکردن. مثلا یادم شگفت انگیزان اون شخصیت آبادانی بود، لوری بود، رشتی بود. آره خیلی بامزه بود. خانم این بچه آره زلزله از التکافه مقصره. آره اون معلمه مازندرانی. آره مازندرانی. بعد یکی از دوستان گفت که بیا برو گلوری تست بده. من اینطوری بودم نه بابا من نمیدونم و چیه و فلان و سرتو درد نیارم. من یه بار رفتم گلوری، یعنی یه بار پدرم یکی از دوستاش که تو فضای فیلم کوتاه فعالیت میکنه اون گفت نه سپر نیاد و دوبله چیزی نیست و فلان و اون بنده خدا البته میدونست. الان خودم هم اینطوریم که اون چیزی که الان من میدونم اون موقع میدونست. من رفتم گلوری تست دادم. خب اولین بار نتیجه داغون، بار دوم بد نبود، بار سوم خب خوب بود، تقریبا میشه گفت جزو پذیرفته شده بودم. ولی خب هیچ وقت نرفتم کلاساشو. این بین یه سری کلاسای بیرونی رو میرفتم پیش یه سری از اساتید برای دوبله و گویندگی و فلان و اینا تا رسیدیم اون قضیه شیراز که من برای دانشگاه رفتم شیراز که بودم استودیوی کوالیما که هنوزم فعال و یکی از استودیوی معروف دوبلاژه اون موقع شروع کرد تست گرفتن. من اومدم و تست دادم. آقای حامد عزیزی اونجا بود، مرحوم حسین عرفانی چند لحظه ما افتخار دیدنشون رو داشتیم، دخترشون اونجا بود خانم مهسا عرفانی، یکی دو نفر دیگه هم بودن من اسمشون الان یادم نیست. اما تست رو گرفتن و تست اینطوری بود A B C D، حالا A مثبت B مثبت منفی فلان. من شدم B مثبت با اینکه هنوز دوره‌های آموزشیم تموم نشده بود. ولی خب مثل خیلی جاها که هنوز هم تست میگیرن فقط پولو میگیرن و ولت میکنن، اون موقع ما پولو گرفتن و ولمون کردن. یعنی کلاسی برگزار نشد، قرار بود کلاس برگزار شه. من ناراحت و غمناک برگشتم شیراز که خدایا فوتباله که رفت رو هوا، دنیای بازی که اینطوری، اینا نزدیک هم بودن دیگه، دنیای بازی که اینطوری، بازی سازی هم که نشد، چیکار نکنیم. یه بیلبورد تو شیراز دیدم نوشته بود آموزش دوبله توسط اکبر منانی. آقای منانی گوینده هرکول پوآرو و زبلخان و اینا. و تیتراژ معروف چیزم ایشون میگه دیگه، فرار از زندان هم فکر کنم ایشون میگه، درسته؟ نه فرار از زندان رو فکر میکنم که مدیر دوبلاژ خود کار میگه. خودشون فکر کنم آقای منانی مدیر دوبلاژ اگر اشتباه نکنم. مطمئن نیستم اینو. آره ولی خب صدای اون تیتراژ خیلی نزدیک به صدای آقای منانی. آره. و اینطوری بودم که خب مثل اینکه آره دقیقاً آره منم فکر کنم. و گفتم خب سفر جون خدا مثل اینکه یه دریچه‌ای هم برات گذاشته. من رفتم تو اون آموزشگاه ثبت نام کردم. یه سری از اساتید وقت صدا و سیمای فارس اونجا بودن و آقای منانی. دیگه آموزش فن بیان و دوبله گویندگی هر چی بود اونجا یاد گرفتم. دیگه این دفعه تست گرفتن و ادامه داشت. آره دیگه کلاس آخه اونجا اصلا یک فضای آکادمیک بود. خیلی اینطوری نبود که خودشون بخوان کار بکنن. این که تموم شد من گفتم که آقا این دوره حرفه‌ای رو ما گذروندیم، ول نشیم به امان خدا، بیاین تو دل این آموزشگاه یک تیمی بسازیم. مدیریت اون موقع قبول کرد، این تیم رو ساختیم. ما خیلی اجراهای کوتاه با شهرداری اینه شیراز اون موقع رفت اجرای دوبله زنده، بعد اجرا تو سالن اینا گذاشتیم. ولی خب اونجا آموزشگاه بود، آموزش برای هیچ کس پوشیده نیست که درآمد خوبی داره و انقدر سرشون شلوغ بود هزار ماشاءالله نمیتونستن یک چالش جدید به اسم گروه دوبله برای خودشون درست کنن. و این گروه دوبله رفت کنار، یعنی متوقف شد فعالیتش. متوقف شدنش اینطوری بود که من اینطوری بودم که این بار دیگه نباید زندگی زورش به من بچربه
منظورم به زندگی به چربه. یه ریسکی کردم، گفتم من با این دانش فنی که دارم بذار خودم یه گروه دوبله راه میندازم، یا میگیره که یعنی یا نتیجه میده یا نمیده دیگه. یه کاری میکنم نتیجه بده. آره. ما رفتیم از اون موقع، نمیدونم اداره ارشاد گروه داشتن چطوریه، نمیدونم فلانی میای گروه و اینا. ما سال 96 مرداد 96 6 نفر بودیم، 6 یا 7 نفر. الانی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم توی تهران و شیراز روی همدیگه گروه دوبلاژ پرشین هول و هوش 45 6 نفری. ماشاءالله. یعنی تو 6 سال 40 نفر بهمون اضافه شدن. آره خودت هم که چند نفری دیگه، چندین نفری. حالا آره و همینطور خیلی از بچه دیگه هم اینطوره، این که تیپای زیادی دارن. و یکی از جاهایی که خستگیم تو زندگیم در رفته اینجا بوده. اصلا تیم تشکیل دادن خیلی کار جذابیه. یکی از چیزایی که گفتی که چرا آروم و قرار نداری، هی کارهای مختلف میکنی. ببین من با توجه به تجربه فعلی و سنم میتونم الان مثلا تو حوزه تبلیغات، بقیه رو کاری نداری، برم یه جا یک حقوق خیلی خوب بگیرم و از سر علاقه من برم با یکی از گروه‌های خوب دوبله ایران پاره وقت دوبله رو کار کنم. ولی اینکه یک چیزی رو میسازی، به اصطلاح شاید حالا اسمش کارآفرینی باشه، نمیدونم، خودم هنوز در لول کارآفرین نمیبینم، ولی اون ساختنه خیلی برام جذابه. ولو اینکه به شکست بخوره، ولی این ساختنه برام جذاب. همینه که هی کارایی هم که تو این حوزه ها دارم میکنم چند سال پیشه برای دیگران کار میکردم. حالا همه اینا من خودم اون رأس هرمم که دارم این مدیریت این کارا رو میچرخونم. آره من یه شعری خوندم تو سبک هندی، میگه نیست در یک جا قرارم گویی استاد ازل، تینتم از خاک بازیگاه طفلان کرده است. یعنی من از خاک بازیگاه بچه‌ها درست کرده. احساس من اینه که آدمایی که گفتم، من خودم هم توی برهه اینطوری بودم، کودک درونشون زنده است، یعنی کودک درونشون سر حال نگه می‌دارن، اینطوری با کنجکاوی کردن، تجربه کردن. من دوست دارم الان برم گویندگی، اشکال نداره، میرم این گویندگیه رو پیگیری میکنم، انجامش میدم. بالاخره میدونی یه جاهای حالا شرایط زندگی و اینا هم هستا، قبول دارم که آدم رو مجبور میکنه که یه مسیری رو انتخاب بکنه یا مسیری که پردرآمدتر رو انتخاب بکنه. ولی آدمایی که اینجوری هم الان که با تو صحبت میکنم این حس رو کامل دارم که احساس میکنم که اون کودک درونه سرحال و سرزنده و قبراقه و تو شرمنده اون کودک درونه نیستی. یعنی آدما وقتی به یه جایی میرسن که میگن خب دیگه این مسیر رو انتخاب کن، اونجا به نظرم اول پیر شدنشونه. یعنی اول حالا ممکن مهم نیست چه سنی باشن، میفهمم اینطوری که دیگه قالب انرژیش دیگه اینکه تموم شد دیگه، این چالش بس، این چالش بسته. یعنی یه وقتایی آدم میگه که خب من همش برم سر کار بیام خونه، یعنی خودمو وارد هیچ چالش جدیدی نمیخوام بکنم، نمیخوام مثلا یه چیز جدیدی یاد بگیرم، یه چیز جدیدی دریافت بکنم، یا برم یه کار جدیدی ببینم اصلا میتونم توش فعال باشم، میتونم توش کاری بکنم. به نظرم اونجا جاییه که زندگیه رو من یعنی میگم خدا برای ما شهر، این عمرمون یک شهر بازیه. آفرین. و یه عالمه دستگاه‌های هیجان انگیز تو مسیرمون هست. ما میتونیم بریم کشتی سوار کودکان رو سوار شیم، اصلا هم هیجان نداره، اینطوری بشینیم و فقط بگیم خوش گذشت. میتونیم نه اون سقوط آزاده رو بریم تجربه مریگوراند کوچو اسبا اینجوری دوره یه آره دقیقاً میتونیم اونو بریم، مثلا میتونیم اون تاپ بلنده رو بریم. یعنی دست ما تو این شهر بازی کدوم دستگاه رو سوار شیم دیگه. یه ذره خب مثلا برای بچه‌ها شاید سخت باشه دیگه. ببین خانواده پذیرش داشتن که تو این ریسکا رو می‌کردی، توی جاییش هم شکست مواجه شدی. ببین شاید یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که خدا به من داده تو زندگیم خانواده حامی بوده. حالا قطعا منم مثل خیلیای دیگه از چه نظر نمیدونم کاری، فرهنگی، شخصیتی، نمیدونم باوری فلان این ور اون ور، هممون تو هر نقطه حتی مامان باباهامون با مامان باباهاشون زاویه داشتن. ولی حالا برای من شاید خدا را شکر کم بوده و اون اهرم حمایتی بیشتر بوده. خب من بابام چون خودش فوتبالیست بود و به خاطر نگاهی که اون موقع خانواده داشتن فوتبال بده نتونست ادامه بده، دوست داشت من هم فوتبالیست بشم که نشدم. یا مثلا مادرم چون درسش خیلی خوب بوده دوست داشته من تو فضای آکادمیک پیشرفت کنم، ولی این دوست داشتنه رو اهرم فشار نکردن. دیدی یه سری خانواده میگن برو دکتر شو، برو مهندس شو، علایق خودشون شاید بهم میگفتن ولی اینطوری بودن خب خودت داری چی کار میکنی. یا حتی بی‌تعارف من توی این سن 26 سال از این شاخه به اون شاخه پریدنه هیچ وقت منو در یک وضعیت مالی فوق‌العاده یا راحت نذاشته، چون
از اینجا کار کردم پولشو ریختم این تو، از اینجا کار کردم پولشو ریختم این تو، خانواده سری نگرانی داشته باشه، سپهر 26 سالته فلانه، یه جای ثابت، ولی در کنار این نگرانی‌ها نه خدا رو شکر این هیچ وقت نگفتن. آره ولی آره اکثر اینطوری یه جا بیمه باشه فلان باشه اضافه کار. در کنار وجود یک نگرانی که همه مامان باباها دارن حالا کم و زیاد، اینطوری بودن که خب داری چیکار میکنی؟ چه باحال، ایول، ما بدونیم، حواسمون هست، ما کنارتیم. این خیلی تونست فضا رو میدونه رو به نظرم صحبت با پدر مادرها همین که بچه‌ها اجازه بدن که چیزهای مختلف رو تجربه بکنن، سرکوف نشنون بابتش، این خودش خیلی مهمه. بعد پسر اون دختر راهش رو پیدا میکنه. یعنی مثلا موقعیت مشابه سپهر یه نفر رفته تو دروازه‌بانی به مرحله موفقیت داشته میرسیده، همین که بدون آقا خب اشکال نداره، من دیگه بابت این حداقل تو خونه آسایش روانی دارم، خودم دارم از این بابت که اون مسیر رفتم خودم ناراحتم، ولی مثلا بیام تو خونه هی سرکوفتن بشنوم آره فوتبال این همه هزینه این همه فلان رفتی آخرش چی، این اون آدمه رو اون نوجوانه رو به نظرم خیلی بیشتر از همه چیز اذیت میکنه. آره ببین من حالا با احترام وظیفه هر پدر مادری میدونم که رها بودن رو بذاره برای بچهش تو تصمیم گیری کاری. نمیگم ول کنه فرزندشو، ماها تجربه نداریم، مخصوصا ماهای کودک و نوجوان باید حمایت بشیم و بهمون مسیر درستو بگن، ولی اهرم فشار گذاشتن یهو باعث میشه یه استعداد ناب بسوزه. یعنی اینکه تو حوزه ورزش بگن نه درسش چی میشه، خب ذات این بچه ورزشکار دیگه، خب همه ما باید درس بخونن دقیقاً، یا داره تو درس موفق میشه چرا تو هنر کاری نکردی، تو هنر چرا مثلا تو درس نیستی. یعنی اگه میبینیم یه جای موتور بچه روشنه دقیقاً بنزین تو باک بریزیم. آره بنزینه رو نکشیم. آره دقیقاً. یعنی اینم یادمون باشه که مسیر موفقیت همه آدما مثل هم دیگه نیست اصلا. یعنی یه نفری رفته فوتبالیست شده مثلا موفق شده، لزوما با همون تکنیک شما نمیتونید موفق اصلا ممکنه یکی تو 17 سالگی فوتبالیست موفق بشه، یکی تازه 30 سالگی فوتبالیست تصمیم میگیره. مثلا وحید امیری من شنیدم خب سنش خیلی بالا. آره مثلا امیری، بنگر، اینا همه 20 خورده ای ساله تازه ورود جدیشون به فوتبال بوده. یا حتی مثلا نمیدونم یکی از مجموعه رستوران‌های مرغ سوخاری دونست نمیدونم KFC بوده فکر کنم، طرف نزدیک 70 سالگی برندو ثبت کرده. حالا اگه ما بودیم دیگه 70 سالمه ولم کن. ولی من مثلا اون چیزی که تو ذهن خودمه اینه که تا 30 سالگی اینجوری بود حداقل برام. گفتم من یه سفره الوانی پهنه از چیزهای مختلفی که بهش علاقه‌مندم، تست کنم ببینم کدومش دوست دارم در نهایتی که انتخاب. آره بعد از 30 سالگی برای خودم این نسخه ای نیستش که برای هر کسی بخوام بپیچم. تو گویندگی الان داری فعالیت میکنی؟ خوبم داری فعالیت میکنی؟ آره خدا کار دوبله میکنید؟ خیلی من فکر نمی‌کردم که مجوز و اینا بخواد برای دوبله، احساس می‌کردم که از جهت اون شرکتایی که گروهایی که زیرزمینی کار می‌کردن ببینید کلاً به نظر من اساس وجود مجوز ایراد داره. چرا؟ این حرفی که من دارم میگم حرف سپهر نیست، حرف آدم‌هایی که بارها تو شبکه 2 بعد از خبر 23 میزه گرد گذاشتن که مشکلات کسب و کارها چیه، مجوز چرا سخت داده میشه، مسیر رو محدود میکنه، طول میکشه، به اون دلایلی که صدا و سیما میگه منم دارم میگم. من نوعی، من جوون 4 سال و نیم از این 6 سال فعالیت گروه گیر گرفتن مجوز بودم. 4 سال از 6 سالش 4 سال و نیم. 4 سال و نیم. و چرا؟ مگه من جوون تو این مملکتم میگه من خودم آدمیم که میگم مهاجرت خیلی دوره تو ذهنم. خب چی میخواستن اون وقت برای اینکه انقدر طول کشیده؟ هیچ کس نمیدونه. چرا؟ چون سازوکار شفافی وجود نداره، نه فقط برای سپهر، تو حوزه هنر که خیلی سختگیرانه است، کلا متاسفانه تو خیلی از حوزه ها هست. یعنی من اون مدتی که خوشبختانه صدا و سیما به این چیزا توجه میکرد دیدم تو خیلی حوزه ها هستن، تو شاید حوزه های اقتصادی کسب و کار اوضاع از منم خرابتره، اینو بیار اونو ببر تو کی فلان کن ثبت کن، مثلا 2 سال طول میکشه. اگر اشتباه نکنم همین الان از اداره ارشاد بپرسی مؤسسه فرهنگی هنری چقدر طول میکشه، یه چیز اولش 1 سال و نیم 2 سال طول میکشه. آره در مورد خبرگزاری که شنیدم دقیقاً همینقدر. و چرا؟ ببین من گروه خودمو میگم، من یک آدمیم که گفتم آقا توی استان فارس شهر شیراز یه گروه دوبله فعال و پویا وجود نداره. من نوعی دارم یک پایگاهی درست میکنم جوانای این شهر اینجا کار کنن، نرن 1000 تا شاید عنوان عجیب و غریب و دوبله کنن، نرن با بیرون ایران کار بکنن.
بیایم اینجا تو یک اسم زیر یک پرچم کار کنیم، درآمد هم داشته باشیم، اجرا هم داشته باشیم تو همین استانه، پول هم که تو ایرانه، مال مردم ایرانه، چرا بعد انقدر طول بکشه؟ ولی در نهایت گرفتی ببین روزی که گرفتم انگار یه استان فارس اون موقع خوشحال بود که این بچه پررو بالاخره گرفت. آره. و خیلی خیلی ببین من اون موقع انقدر تحت فشار بودم، مثلا تو فضای توییتر به وزیر ارشاد وقت اون موقع یه توییت بلند بالا زدم، گفتم یا میگیره یا نمیگیره دیگه، یه تیری تو تاریکی. گرفت. وزیر اون موقع اگه ورود نمیکرد مجوز ما اوکی نمیشد. یعنی یه چیزی هم من الان به همه همسن و سالان بگم، یه چیزی شروع میکنید تا تش برید، سمج باشن تا تش برید. ببین خیلی آدما بودن به من میگفتن نمیگیری، اصلا بگیری چی بشه فرق. گفتم وسطاش به این نظر نرسیدی که مثلا بارها اومدم این کوله رو بذارم زمین، میگم نمیذاری زمین ببین. خب مثل همه اونایی که بدون مجوز دارن کار میکنن کار کنن. ببین همینو میخوام بگم بی تعارف، این مجوز هیچ آورده تو این 2 سال برای من صفر و تیمم نداشت. صفر نظر قانونی، یعنی من فقط اینطوری هم که اوکی من الان این مجوز رو دارم پس هستم یه گروه مجوزدار، ولی نه درآمدم بیشتر شد، نه چیزی تسهیل شد، نه اتفاقی افتاد، نه اومدن بگن که یک تیمی 40 نفر آدم تو حوزه فرهنگ و هنر مملکت دارن کار میکنن بیا حمایتی کنیم. یعنی همون سازوکاری که 4 سال و نیم ابتدایی داشتیم تو این 2 سال هم داریم، فقط در نهایت اینطوریه که من مشخصه کیم چیم و دارم در چارچوب قانون فعالیت میکنم. از روز اولم این بودم، میدونستم اتفاق عجیبی نمیفته، ولی اینطوری بودم خب من گروهی که دارم میخوام خودم اعلام کنم میخوام آقا قانون منو رصد کن، چرا میگی نه؟ چون به قول تو اینطوری میشه که خب میرم یه گوشه هیچ کسی هم من خبر نداره، ممکنه هر اتفاقی یا رقم بزنم یا برام رقم بزنن. آره من دوستان داشتم که تو حوزه گویندگی، حالا اون موقع که مثلا تازه دانشجو شده بودیم وارد میشدن، اساتید گویندگی بودن، به عنوان نمونه کار مثلا کار میدادن دوبله میکردن اینا، حالا مجوز آموزشگاه داشتن، احتمالاً مجوز این که بخوان کارو پخش کنن اینا نه، ولی مثلا تو شبکه‌های ماهواره‌ای هم کارشون پخش میشد و اینطوری جلو میرفتن. بیایم یه ذره تو فضایی که بچه‌ها باش درگیرن، کی از کجا باید بفهمه که الان به درد کار گویندگی میخوره؟ بخوایم یه ذره محدودش بکنیم تو فضای کار گویندگی. ببین خیلی سوال خوبیه، خیلی، چون حالا پیازداغش رو زیاد میکنم اگه بگم هر روز به من پیام میدن، ولی تو هفته 7-8 نفر پیام میدن. عمم گفته صدام خوبه، بابام گفته صدای فلانی خوب در میارم، من میتونم شبیه فلان خواننده بخونم، به نظرم صدام خوبه، کی بیام کار بگم، حتی با این ادب خیلی پر. آره بالا. بعد مثلا میگی خب عزیزم شما صدا تو بفرست، میبینی که خب هیچی اصلا چراغ استودیو رو قرمز کن دارم میام. آره. ببین ما وقتی میخوام یک ساز موسیقی یاد بگیریم میریم اون سازه رو میخریم، میشنویم، انتخاب میکنیم، مقدماتی، کلاس، تمرین، 1 سال وقت. یه طوری شده تو فضای دوبله گویندگی آدما حتی اگر صدای خوبی دارن، تازه من میگم خیلی‌ها ندارن، اگر دارن اینطوریان که تمام دیالوگ من کو بدید برم، و من اینطوریم که آقا این تو یک سازیه که فکر کنم دستم کوبید تو میکروفون ببخش این تو یک سازیه که خدا به ما داده دیگه. حالا این سازم باید براش بری کلاس دیگه، اون کسی که میتونه به تو آموزش بده، تربیتت کنه. این عجله بابت چیه؟ چرا فکر میکنین که مثلا یه ویدیو پشت صحنه دوبله من میبینی، من دارم توش میخندم، پس ساده است ما هم بریم بخندیم، خوش بگذره، یه پولی هم شاید در بیاریم. نه، ماجرا اینطوری نیست. اولا که باید حتما کلاس برن علاقه‌مندان این حوزه. بی نهایت هم استاد و مدرس چه خوشبختانه چه متاسفانه الان وجود داره. یعنی اینستاگرامو باز میکنی چاقو میزنی مدرس فن بیان درش میریزه بیرون، همه مدرس فن بیان شده. و شما میتونی انتخاب کنی ببینی کی با چه متدی، چه صدایی و چه سابقه، این خیلی مهمه، داره بهت درس میده. بری فضا رو ببینی، اصلا تو اون کلاس میفهمی صدات خوبه، صدات بده، حوصله تمرین داری و صبر. به نظرم صبوری که تو همه حوزه‌های کاری قطعا نیازه، ولی تو دوبله گویندگی خیلی نیازه. خیلی هی باید تمرین کنی، اصلا حنجره رو باید مراقبت بکنی. مراقبت ازش هست. مثلا من امروز صبح بیدار شدم، چجوری بگم، اصلا هممون از خواب بیدار میشیم هنوز چون چای رو نخوریم گلومون یکم سنگینه دیگه.
یه ذره شاید اون سنگینیه حس کردم از حد طبیعیش بیشتره. امروز دکتر تو رو خدا یه آمپولی، یه قرصی، یه فلانی من ضبط دارم. یعنی چجوری اگه نوازنده اگه مثلا گیتارت یا تارت بشکنه دلهوره میگیری، اینم همینه. سختی خودشو داره که حالا میخوای جلوتر بگم سختی چیه، ولی اینکه آقا من صدام خوبه یا نه، خب یه سریا حالا مادرزادی حرف میزنن از صداهای زیبا هستن. اون که اوکی برو پرورشش بده، صداهای معمولی هم برو کلاس پرورشش بده. یعنی یه سری اینطوریه که ما صدامون زیبا نیست، چیکار کنیم؟ دوست داریم خواننده شیم، دوست داریم گوینده شیم، و من اینطوریم که برو پرورشش بده. ما الان قبل اینکه بریم باشگاه بدنسازی بدنمون ضعیفه، یعنی شاید من و شما الان بعد 2 نفره با هم این میزو بلند کنیم، ولی من 1 سال برم باشگاه میتونم این میزو تنهایی بلند کنم. 1 نفره بلند کنم. صدام همینه، برو پرورشش بده. اون استعداد مهمه یا اون پشت کاره؟ جفتش با هم دیگه مهمه. جفتش با هم میترکونه، ولی یکیش هم باشه پشت کاره مهمتره. استعداد خالی باشه پشت کار نباشه، شما صدات قشنگه، یه بار مردم میشنون، 2 بار میشنون، بار سوم ایراداتت میزنه بیرون، تابلو میشی. یعنی دیگه توجه از صدای زیبا میره کنار، میفهمن لحنت بده، نمیدونم ف میگی، ف میگی، ر میگی، حست خوب نی، این اتفاقات میفته. مثل عشق خود دوست. آره شمبلیله میگی و اینا. آره. گفتی سختیاش چیاست؟ می‌خواستی بگی؟ ببین خیلی جدی به علاقه‌مندان دوبله و گویندگی، حالا خودت هم که تو این حوزه فعالی، پیشنهاد میکنم که به عنوان شغل اصلی بهش نگاه نکنید، مگر زمانی که شد شغل اصلیتون. یعنی با دید اینکه ببین مثلا یکی میگه من میخوام تراشکاری یاد بگیرم، من میرم توی یه مغازه، من میگم بازار تراشکاری به مراتب خیلی بهتر از دوبله است. بله. دوبله که افتضاحه، اینقدر شفاف بگم که افتضاحه. باز گویندگی، شما گوینده خوبی باشی تیزر بهت میخوره، نریشن میخوری، با سازمان ها کار میکنی، پادکست ضبط میکنی، ممکنه یک درآمد خوبی داشته باشی، ولی دوبله نه. دوبله سر و صاحب نداره. اینقدر شفاف بهتون بگم، ما خودمون الان تو شیراز انجمنیم، ولی آیا من انجمن اصلا میتونم قانون گذار باشم؟ نه، به خاطر اون خلاهای قانونی که بهت گفتم. تو تهران هم همینطور، انجمن‌های دوبله تو تهران تونستن قانون گذار باشن، نرخ تعیین کنن؟ نه. وی او دی ها و پلتفرم ها آیا دارن نرخ منطقی به ما میدن؟ نه. با اینکه شما یه ارزش افزوده براش داری یا آره یعنی طرف میاد اون دوبله رو میبینه و اونجا اشتراک فروش داره میره، تبلیغات وجود داره، حق ترافیک از ایرانسل و امر اول و غیره و زالک دارن میگیرن. یعنی یک درآمد پویاییه که دوبله رو جماعت توش گمه فقط، در صورتی که محتوایی داره توسط امثال ماها ساخته میشه. یعنی اون فیلم رو طرف میتونه تو کانال تلگرامی ببینه، میتونه بره تو بستر مثلا وب ببینه، تو همه جا، ولی اون ارزش افزوده چیه؟ اون کار شماست. دقیقاً میگه آقا دوبله فلانی رو برم تو فلان شرکت و فلان سایت ببینم. دلیلش هم اینه که چون میگم سر و صاحب نداره، یه گروه جوان یا حتی یه گروه با سابقه میاد چیکار میکنه؟ مثلا میگیم که نرخ دوبله دقیقه 80,000 تومنه، یعنی به ازای هر 100 دقیقه فیلم 8 میلیون تومن. خنده داره. 8 میلیون تومن بعد بین 15-16 تا آدم تقسیم بشه. البته برای شما خنده داره دی، بر ما گریه دار. حالا ما میگیم اوکی اصلا دمت گرم اگه دقیقه داری 80 تومن میدی. یه گروه ایکس و ایگرگ و زدی زنگ میزنن به همون سایت، میگن ما دقیقه 30,000 تومن انجام میدیم، بده به ما. و این کار البته کارشکنی و کار بی‌کیفیت تو همه حوزه هست، ولی اینجا دیگه واقعا دیگه میگی میصرفه مثلا واسه من اینطوری هم مثلا 3 میلیون رو چجوری میخوای بین 15 نفر تو این وضع اقتصادی فعلی تقسیم کنی؟ اصلا یعنی مثلا مورچه چی که کله پاچش چی باشه واقعا. سر همین بازار دوبله یک بازار اشباع شده و مریضی، الان واقعا مریضه. عدد رقمش مشخص نیست، یه ویودی کم میده، یه ویودی زیاد میده، یه مدیر دوبلاژ دستمزد خوب میده، نمیده، پرداختا دیر و زود و فلان و ایناست، پس نمیتونه شغل اصلی باشه. یه سریا هستن مثلا خیلی سابقه دارن، خودشون صاحب تیمن و فلان و اینا. بازی هم دوبله میکنی؟ ببین ما با خیلی از استودیوهای بازیسازی ایرانی کار میکنیم و حتی انیمیشن سازی ایرانی بازیشون رو به زبان فارسی و انگلیسی دوبله میکنیم. ولی یه سری از سایت ها و پلتفرم ها هستن مثلا بازی ماینکرافت و میان گیم پلیش رو دوبله میکنن، نمیذارن داخل اون محصول که اگه تو بازی میکنی کلیک کنی زبان فارسی شا. مثل یه فیلم سینمایی مثلا 3 ساعت ماینکرافت میبینی به زبان فارسی،
نه مثلا مثل یادت شرکت دارینوس آره مثلا استرانگولد و اینا. آره من خودم نمیدونم دارینوس فعال هنوز یا نه، اگر هم باشه چون یکی دو بار کار کردم باهاشون، خیلی با فاصله دارن کار میکنن هنوز. ولی بازی قدیمی بازی قدیمی خب چون پوشه هاش میشه شکست و فایل صوتی رو جابجا کنی اینا، ولی بازی روز نه. بازی روز الان اینطوری شده که مثلا پلتفرم‌ها وی او دی ها میان صحنه‌های گیم پلیشو دوبله میکنن مثل یه فیلم سینمایی. از اون دوبله خیلی به نظرم اون حین بازی دوبله میکنی سرباز کماندار عرب اون خیلی جذابه. ولی خب ببینید حالا نمیخوام بترسونم اما جذابه. خیلی‌ها هستن شغل مثلا دوم سومشون یا اصلا علاقه شونه. فضا برای ورود آدم‌های علاقه‌مند هست. فضای رقابتی، شما کارت خوب باشه میای جایگزین اون آدمی که کارش خوب نیست میشی دیگه، مثل همه شغل‌ها. ولی میگم به چشم شغل اصلی نگاه نکنید. یعنی فکر نکنید کارمندی 8 صبح میری تا 6 انگوش میزنی دیالوگام تموم شد برم خونه‌مون و فلان و اینا. خیلی تعداد آدمایی که دارن این کارو میکنن صبح میرن تا شب فقط دوبله میکنن. یعنی یه سری چالشایی که فریلنسرها دارن از جهت پروژه بودن نبودن، از جهت نمیدونم پروژه اینجا هست یه سری چیزای بیشتر هم وجود داره. خیلی شدیدتر. آره چون این چالشه وجود داره دیگه. کسی که میخواد فریلنسری کار بکنه میگه آقا من این چالشا رو دارم. یه سری خوبی بدی‌ها داره. کارش دست خودشه. از طرفی مثلا یه پروژه هست یهو نیست. تو ببین دقیقاً این نوسانه هست. یعنی مثلا ممکنه من همین الان این ماه میگم که مثلا 2 تا ویدیو گیم پلی بعد بریم، یه سریال بریم، یه انیمیشن ایرانی، یه بازی ایرانیه. تضمینی وجود نداره ماه بعد این هست یا نه. چون از اون بعد چیز ساخته شه ما دوباره. حالا اگه بخوایم یه ذره انگیزه بدیم بچه‌ها بیان توش چیکار باید بکنه یه نفری؟ از این بابت میگم من اصلا میگم بچه‌ها ورود کنن. یعنی نه ما چیز داریم میگه دیگه خیلی صادقانه داریم میگه آقا این شکلیه. ببین آره میگم به عنوان شغل اصلی که من میخوام شغلم دوبلوری باشه نه. دوم سوم مثلا تا ظهر یه کاری داری حالا هر شغلی که داری یا بینش کارت پروژه‌ای آفیش میشی میره استودیو هم میگی، ولی دل نبندن. حداقل الانی که داریم حرف شاید یه سال دیگه من همینجا بشینم بگم وی او دی ها و سفارش دهنده انقدر دارن عددهای بالایی میدن آقا بیاین تو دوبله. آره. کارمندی هم در حال حاضر الان آره در حال حاضر میگم شغل دوم سوم مسیر ورودش هم که گفتم کلاس‌های آموزشیه، حالا آنلاین حضوری، ویدیو آموزشیه، به زبان انگلیسی ها به زبان فارسی هست، اساتید جوون هستن، اساتید سن و سالدارمون هستن. فضای الان تکنولوژی طوری شده که شما راحت کلاستو پیدا می‌کنی، استادا زیادن، انتخاب می‌کنی کی با چه متدی. نمیخوام بترسونم. آره. صرفا گفتم آقا به عنوان شغل اصلی نگاه بهش خیلی الان نداره. اصلا از اون ورم اگه نگاه بکنیم کار گویندگی، داشتن فن بیان خوب، داشتن لحن خوب، یعنی اینا رو شناختنش همونجوری که سپر میگه تو بدونی سازی که داری دستت میگیری دستتو کجای این دسته مثلا تار باید بگیری، این یکی دستتو کجا باید بگیری، اینو متوجهش بشی تو صدا، تو گویندگی. اگرم حتی وارد کار گویندگی نشن، اگرم حتی وارد کار دوبله نشن، تو زندگی عادی خیلی اثر گذاره. شما یک آدمی هستی که صدای خوبی داری، بیان خوبی داری، تمیز حرف میزنی، کلماتو درست میگی، نمیخوری، نمیجوی کلمات رو تو هم دیگه، و این باعث میشه که واقعا از چجوریه میگن یه آدمی خوش‌پوش اثرشو میبینه، خوش صدا هم اثرشو میبینه، واقعا اثر میذاره تو دنیای کار. دقیقاً. من چند سال پیش کلاسی رفتم تازه فهمیدم که مثلا یه استاد عزیزی، حالا اسمشون هم استاد آرش آبسالان، نمیدونم میشناسینشون یا نه، بیان و بدن تئاتر ایشون تدریس میکنن و فوق العاده حرفه‌ای ان تو کارشون. با توضیحی که دادن یه چیزی که من میدونستم از کجا داره اتفاق میفته، نمیدونستم از کجا داره اتفاق میفته، فهمیدم که چرا یه سری حرفام اثرگذار هست، چرا یه سری حرفام اثرگذار نیست رو آدما. این رو فهمیدم از کجا شکل میگیره، چرا به یه سری آدما حرف میزنم با یه لحنی میگم نمیپذیرن از من، با یه لحنی میگم میپذیرن از من. این رو دلیلش رو فهمیدم و تو گویندگی و تو فضای بیان و تو فضای صدا اگر که وارد بشید، حتی اگر دوبلو نشید، حتی اگر تو فضای دوبلو وارد بشید، یه حرفه‌ای که یاد گرفت، یعنی وکیل باشی، مشاور املاک باشی، معلم باشی، خیلی جواب. همه اینا اون فن بیان کمک می‌کنه. ببین مثل این نوازنده ساز دیگه، شما وقتی میری کلاس نوازنده میشی، اصلا حرفه‌ای هم میشی، همه نوازنده‌ها وارد تیم همایون شجریان و علیرضا قربانی که نمیشن. یکی مدرس میشه، یکی وارد تیم پاپ میشه، یکی هیچ
میره سفر ولی میتونه ساز بزنه. اصلا واسه دل خودش یه گوشه پادکست ضبط میکنه پخش میکنه، هیچ ایرادی نداره. آره آفرین. یعنی الان انقدر شبکه‌های اجتماعی وسیع شدن، داخلی و خارجی و اینوری و اونوریش. آقا تو برای خودت میتونی تولید محتوا کنی، برای خودت دوبله کن، برای خودت گویندگی کن، برای خودت تیزر بگو. سیاه ترین اتفاقش اگه حالا آدم مستعدی باشی اینه دیگه. یعنی لزوما هم همه ممکنه که تو ذهنشون این باشه که من میخوام برم فضای دوبله، وارد فلان تیم شم. آره وارد فلان تیم شم و یا باید یه صدایی داشته باشم مثلا نصرالله مدقالچی، مثلا خدا بیامرز آقای مثلا جلیلوند. اصلا اینطوری نیست. نه اصلا. یعنی شما یه موقع‌هایی صدات در وهله اول خوبه، مثلا قابل تشخیص از صداهای دیگه، یه موقعی تو تیپ سازی این اتفاق میفته. یعنی طرف صدای عادی تو انیمیشن مثلا این خیلی اتفاق میفته، حرف میزنه مثلا نمیگه تو فلانی هستی، اینجوری نیست، باید اون تیپ رو در بیاره تا همه بفهمن. یعنی خیلی از بچه‌ها شاید حالا نسل جدیدتر همسن سال من که تو این حوزه فعالن، صداهای عادیمون اونقدر حالا خاطر انگیز بشه گفت نگفت، چون مثلا 2 سال پیش اگه من چیزی گفتم خاطر انگیز نمیشه. آره. ولی تیپ صداه هست. من میتونم بگم فلان انیمیشنی که دیدی و من گفتم، مگر اینکه حالا یک انیمیشن یا یک فیلم خیلی به ترکونه به روز و من با صدای عادیم گفته باشم که اون بتونه برای مردم باز جذاب بشه. الان بخوایم بیه نقشه راهی که پیشنهادیه دیگه، نسخه پیچیدن هم نیست، برای کسی که علاقه‌مند داشته باشه چیه؟ بره کلاس در وهله اول. ببین آره، یعنی هر کسی علاقه‌مند به این قضیه است، یعنی پلکانی بخوایم ببینیم میشه فن بیان، گویندگی، دوبله. حالا یه سری آموزشگاه هستن اینو نمیدونم پکیجی درس میدن، مشترک درس میدن، ترمی درس میدن. آره حالا هر کی میگم متد و ساختار خودشو داره، ولی راهی جز این نیست. یعنی حتی من میگم شما یک صدای فوق‌العاده‌ای داری، اصلا الان شما 20 سالته ولی صدات شبیه فلان استاد دوبله است که الان دیگه اصلا بین ما نیست، میتونی پا بذاری جایشون. باید بری کلاس بفهمی اون صدا چیه، پرورشش بدی، تربیتش کنی، روش پیدا بکنی، حس و بیان تو. چون مخصوصا دوبله یعنی صدا بازیگری دیگه. یعنی ما بازیگرهایی هستیم که مردم چهرهمون رو نمیبینن، صدامون رو میشنون. حالا شما هزاری هم صدات خوب، اگه لحنت خوب نباشه فایده‌ای نداره. تو فضای دوبله احساس میکنم که باید خودم رو خیلی بهتر بکنم که بخوام بیام وارد فضای دوبله بشم و اینقدر راحت نیستش. آدمایی که خب شما یه ذره استثنایی، البته آدمایی که تو فضای دوبله و تو فضای گویندگی هستن چه جور شخصیتایی هستن؟ چه شخصیتایی مناسبه که برن تو این فضا؟ ببین خیلی چون جامعه آره خیلی متفاوته، خیلی یعنی من تو تیم خودمون رفقایی هستن و همکارایی هستن که آدمای بجوش، روابط اجتماعی بالا و فلان اینا، ولی از اون طرف ممکنه اون مخصوصا اونی که شغلشون زیاده چون بیشتر تو یک فضا هن، تنها هن، یک به یک دارن ضبط میکنن و اینا، شاید اونقدر مثلا آداب اجتماعی و اون خونگرمودن و به جوش بودن براشون اتفاق نیفته. ولی میگم باز اینطوری نیست که بگی مثلا دوبلورا شخصیتشون فلانه، درونگراها نرن. آره مثلا درونگراها نرن، برونگراها برن، هر کی میره این شکلی میشه یا هر کی هست این شکلیه. مثلا تو یه سری کسب چه میدونم مثلا دیدی میگن راننده های جاده همه خوش مشربن، یه همچی فازی، یا مثلا خیلی از دسته‌بندی نمیشه کرد. ولی دوبله نه واقعا. یعنی ما دوبلور داریم پزشک، دوبلور داریم مهندس، نمیدونم نقاش، بازیگر دوبلور داریم که حالا فقط مثلا دوبلور معلمه. یعنی تو اون بحثایی که میگم خیلی هستن شغل دوم سومشونه و خب هر کدوم از این آدما شخصیت‌های متفاوته. با توجه به اینکه گفتی شغل دوم سومشونه میرسن به دوبله؟ معمولا آفیشای عصر و شب و دیگه، یعنی صبح تا ظهر یا صبح تا بعد از ظهر سر کار اصلیشونن، بعد از ظهر به بعد میان ضبط کار. یعنی حنجره‌شون هم خسته و اینا نیست. یعنی ببین کاملا بستگی داره. یکی هم ممکنه مثلا 5 ساعت بخواد گویندگی کنه، میگه آقا من بذار جمعه از صبح پاشم بیام، چون الان دیگه چون ببین بحث حنجره است. مثلا من همین الان میگم از 8:30 صبح خونه زدم بیرون، الان اگه بخوام برم دوبله کنم میتونم، ولی کیفیت خوب نیست. یه چیزی رو بگم دوستان، خیلی این شاید از دور همونجوری که سپهر میگه مثلا میبینیم میخندن و فلان و بیسار، ما الان بشینیم حرف بزنیم خب خود همین خیلی انرژی میگیره حرف زدنه، ولی واقعا باور نمیکنید یه صفحه نریشن خوندنی، یه صفحه دوبله کرد، من خودم اینجوری هم حداقل از استودیو که میام بیرون انگاری مثلا با قطار شاخ به شاخ کرده، انرژی میگیره، قشنگ فسم میکنه. من یه مشتری داشتم تو کلامت بهش یه قیمت میگفتیم، گفت آقا من میخوای چیکار کنم؟ میخوای بشین پشت میکروفون دیگه.
گفتم دیگه خب بسم الله شما بیا بشین پشت میکروفون دیگه. لابد قضیه هست که تو میری دنبال یه گوینده میگردی دیگه. آره سختی خودشو داره. یعنی ببین تو دوبله حالا مثل بازیگری ممکنه تو زندگیت یه ناراحتی داشته باشی، کاراکترت شاد باشی، کاراکترت ناراحت باشه، حوصله نداشته باشی بعد کارو ولی برسونی، حسای ترکیبی بخوای برسونی. آره. تو بازیگری مشخصه تو مثلا شوق و گریه رو میخوای برسونی. این خیلی تو بازیگری تو اشکتو داری، میمیک صورتت، بدنت، لباست، اینجا فقط با صدات باید بیای اینجا. الان صدای گریه شوق در بیاد. آره. صدای گریه ناراحتی الان سخته. آره خیلی سخته واقعا. آره سخته. این همون چیزیه که باعث میشه که من سراغ دوبله نرم ترسم ازش. آره واقعا. آرزو تو دوبله چیه؟ کجا یعنی برسی؟ حالا خودت یا تیمت؟ یا اصلا شدم رسیدی بهش دستت ببین از نظر تیمی دوست دارم تو جایی باشه که الانم اسم پرشین رو میشناسن ها، ولی دیگه میخوام بگم مثلا الان دیدیم ما میگیم گلوری، همه میگن آره یادمون مثلا 10 سال پیش بوده. میخوام اینطوری باشه که اگه مثلا 5-6 سال دیگه میگن گروه پرشین رو یادت، هم میگن آره ما کاراشو فلانی. این اتفاقه. ببین مثلا ما تو این 6 سال یه عالمه کار کردیم و اینا. اهداف امسال گروهمون قضیه برندینگ است، این شناسوندن است. ما چیم چیکار کردیم تو این 6 سال، ملت در جریان باشید. که کارایی هم که گفتی کارای کمی نبوده ها. آره واقعا، یعنی ما میگم خیلی بازی و اینا بوده، یا حتی الان درگیر یه کاری هستیم. حالا همون اکران و اجرای زنده خودش خیلی کار پرزحمتیه. شیراز که خیلی ما اونو گستره انجام دادیم، در تلاشم ان شاءالله اگه بشه تو تهران هم پیش ببریم. خب من همیشه یک انیمیشن ایرانی و تیم پرشین به بند 0 تا 100شو یکی از اهدافم بوده که خدا رو شکر چند وقت پیش بهش رسیدیم. الان درگیرشیم، فقط چون کار داره انجام میشه نمیتونم اطلاعاتشو بدم. ولی خب کاری که مثلا فکر کنم ما بریم تو همین سینمای مملکت خودمون ولی یه کار ایرانیه با اعضای ماه، خیلی جذاب‌تره. تا الان من انیمیشن های خارجی و دوبله شده بردم روی پرده سینما. این انیمیشن ایرانیه کامل. آره مثلا تو و یه ذرم تو انیمیشن تو این چند سال خیلی خوب شده. اصلا ایران واقعا کیفیتی که داره میده بیرون دوست داشتنی شده. و آره من فکر می‌کنم که ایران هم تو این چند سال اخیر در مورد انیمیشن خیلی پیشرفت خیلی واقعا عالی شد. من با خواهرزاده‌ام رفتم این پسر دلفینی. آره کارای این چند سال اخیر که خیلی خوب. پسر دلفینی الان بچه زرنگ و حالا امیدوارم این کاری که دست ما هم هست کار جذابی باشه و بدرخشه. آره تو حوزه‌های دیگه سوال کردیم، بیشتر مد نظرمون بود که به عنوان خیلی هم حیفه ها که سپهر عزیز این همه حوزه‌های مختلف بوده، ما فقط تو حوزه دوبله حالا سعی کردیم که متمرکز باشیم دیگه. فضای مجازی حالا این بحث امروزمون که هیچ، به خاطر اینکه دوبله یک چیز عمومیه. واقعا مثلا کار روابط عمومی یا بستن یک کمپین تبلیغاتی برای عامه مردم نمیتونه جذاب باشه. نداره. و شاید کمتر کسی بدونه. مثلا برای بچه‌های دنیای تبلیغات شاید بدونن اسپر کیه چیه. ولی مثلا فلان آدم تو خیابون نمیدونه، ولی فلان آدم تو خیابون منو دوبلور مجری میشناسه. نه از جهت اینکه من دوست داشتم که تو حوزه‌های دیگه هم مثلا صحبت بکنی. چالشه آره به هر حال هر کدوم چالشه مختلف جذابی خواهد داشت. ولی اگر توصیه‌ای داری، هر توصیه‌ای تو هر حوزه‌ای، اگه تو حوزه دوبله باشه که موضوع برنامه‌مونه و تو اینجا به عنوان مهمون صدا پیشه ما قرار داری و نشستی، اگر تو حوزه دوبله، اگر تو حوزه هایی که تو خودت میدونی که مثلا توش فعالی و تجربه داری، هر کدومو بگیم ما دوست داریم که بچه‌ها بشنون. خب میخوام بخوای عام‌تر واقعا بگم، یکی این که همون چیزی که گفتم، یه چیزی شروع می‌کنین تا تهش برید. البته گاهی اوقات یه سری چیزا رو بین مسیر میفهمی مال تو نی، بعد بذاری زمین. یعنی همونقدر که توصیه میکنم نقطه A و به B برسونید و سرانجام داشته باشه، مثل اون قضیه مجوزم که تعریف کردم، خیلی اوقات سری چیزا رو بذارید زمین. مال شما نیست و نمیشه، پسش هم برنمیاد، بدتر وقتتون رو میگیره. این سمج بودنه رو به همه توصیه میکنم. و خیلی خیلی از بچه‌ها شاید مشکلشون این باشه که همون قضیه خانواده که صحبت کردیم، من یه چیزی میگم، مامان بابام یه چیزی میگن، من میخوام فلان کارو بکنم اینا. ببینید بچه‌ها، چه مامان بابا همون یک بار توی این کره زمین به دنیا اومدیم، اونا هم قبل ما تجربه‌ای ندارن، اونا هم نهایتاً از مامان باباشون یاد گرفتن. پس اگه یه چیزی میگن، حتی غلط، حتی به غلط، به قول حامد بهداد، از تجربه زیستیه که خودشون دارن و
در کنارش نگرانی که برای ماها دارن. پس ما مجبور به تعامل هستیم، مخصوصا با عزیزترین آدم‌های زندگیمون، چون میگم اونا مثلا بار دومشون نیست که حالا فوت شده باشن، زنده شده باشن، میگن من تجربه زندگی قبلو دارم. اونا هم پر از اشتباهن، ما هم پر از اشتباهیم. پس با هم تعامل کنید و این تعامل به شما کمک میکنه که تو مسیر مورد علاقه خودتون قدم بذارید. من اینو دیدم تو اطرافیانم، خودم هم چشیدمش، این ورش و اون ورشو، و به نظر من این روزا خیلی نیازی که هم مامان باباها هم بچه‌ها بهش توجه کنن که تعامل اون کلید طلایی است. آره، با لجبازی و با بچه بگی من اینو میخوام، مامانه بگی تو اونو برو، بابا بگی اینجا بیا، هیچ کی به اینجا نمیرسه. دور یه میز حرف بزنید همه راضی. آره، خیلی گفتگو جذابی بود برای من، از جهت اینکه کلی یاد گرفتم ازت، چیزی دریافت کردم واقعا، و گفتم که خیلی دریغ و حیف که گفتگو ما داره به پایان میرسه و تو حوزه‌های مختلفی که میتونستیم صحبت بکنیم، مثلا حوزه بازی، حوزه روابط عمومی، حوزه‌های مختلف، اینا هم برای بچه‌ها احتمالاً جاهایی باشه که بعداً بتونن بهش فکر بکنن که آقا من میتونم برم تو روابط عمومی مثلا کار بکنم و حتما مثلا نباید شغل خلبان و معلم و دکتر و این چیزا حساب کنیم. ما بی‌نهایت شغل داریم، یعنی سر همینه میگم این تعامل شکل بگیره. اصلا شاید یه سری چیزا رو بچه‌ها نشناسن، مامان باباها نشناسن. وارد شدنش اون مسیری که باید طی بشه رو ان شاءالله طی بکنن و اونجایی که باید به نقطه‌ای که دوست دارن انتخابش بکنن ان شاءالله برسن همه بچه‌ها. بازم ممنونم ازت، خیلی متشکرم، خوش صحبت و پر انرژی. دمت لطف داری، خوش گذشت. دم شما هم گرم که تا آخرش ما رو تماشا کردید. مرسی.